ارتش اسرائیل میگوید دهها تاسیسات نظامی ایران را در داخل سوریه هدف گرفته است. به گفته فرماندهان اسرائیلی حمله ها بعد آن صورت گرفت که با فرمان پاسداران انقلاب اسلامی ایران به بلندی های جولان در اسرائیل 10 موشک انداختند. مقامات ایران به این بیانیه های اسرائیل پاسخ ندادند. تنش بین ایران و اسرائیل بعد آن اوج گرفت که آمریکا 8 می اعلام کرد که از سازش اتمی ایران خارج می شود. اما چین و بریتانیا، فرانسه و آلمان و روسیه گفتند که در این سازش میمونند. من از نیوشا بغراتی خبرنگاری رادیوی فردا که همین موضوع را پیگیری میکند پرسیدم آیا اتحادیه اروپا و بقیه قدرت‌های جهانی امکان تامین اجرای کامل سازش را دارند؟ همه چیز بستگی به این داره که آمریکا در چه حدی بخواد واکنش نشون بده، واکنشش رو تا چه حدی بخواد پیش ببره نسبت به تحریم هایی که گفته. اگر که آمریکا بخواد خیلی مصر این تحریم ها رو تا جایی دنبال بکنه که بگه شرکت های دیگر، شرکت های اروپایی، روسی، چینی در شرق آسیا رو تحریم های سنگین، جریمه های سنگین خواهد کرد به خاطر اینکه احتمالاً بخوان تحریم‌های آمریکا رو نقض بکنن، در اون صورت احتمال داره که اینها هم به فکر منافع خودشون باشن و از این همکاری که در حال حاضر دارن در بیان. در حال حاضر یه مقداری زود هست برای اینکه گمان زنی بکنیم. اون چیزی که تا به حال گفته شده این هست که اتحادیه اروپا، روسیه، چین همه اصرار دارند که توافق اتمی حفظ میشه، اصرار دارند که این توافق از بین نرفته، فقط آمریکا از اون خارج شده و اتحادیه اروپا به ایران توصیه کرده که در برجام همچنان باقی بمونه به خاطر اینکه اون طرف‌ها هم باقی خواهند موند. سوال بعدی من از نیوشا بغراتی این بود که خارج شدن آمریکا و اعمال دیگر برای تحریمات چه پیامدهای برای اقتصاد ایران داشته میتواند؟ مطمئناً خیلی پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت. در چند لول مختلف میشه این رو حساب کرد. اگر که بخواد فقط تحریم‌های اولیه و ثانویه باشه که گفته میشه، به این اسم شناخته میشه که آمریکا اونها رو گذاشته طی سالهای مختلف، بخش انرژی ایران رو هدف قرار خواهد داد و بخش مالی و بانکی رو. در این صورت ما مطمئنا شاهد این خواهیم بود که تورم بسیار زیادی خواهیم داشت. اینفلیشن در ایران خیلی بالا خواهد رفت، قیمت ها خیلی رشد صعودی خواهد داشت. همین الان ما شاهد این هستیم که دلار در بازار ایران نایاب شده، ارزهای خارجی، پولهای خارجی خیلی به سختی یافت میشه و با قیمت خیلی بالاتر. طی حدود چند ماه گذشته قیمت دلار در ایران تقریبا 100% افزایش داشته، یعنی حدود 2 برابر شده این قیمت. این روند میتونه ادامه پیدا بکنه. دولت خیلی سعی داره که این روند رو کنترل بکنه در حد امکان، ولی اگر که این تحریم‌ها بخوام برگردن از کنترل میتونه خارج بشه. پس به هر صورت این تأثیر رو در اقتصاد ایران ما خواهیم دید، تأثیر منفی رو خواهد گذاشت، ولی سطحش بستگی به این داره که در چه سطحی این تحریم‌ها برگردن. نیوشا بغراتی خبرنگاری رادیوی فردا درباره پیامدهای خروج آمریکا از سازش اتمی با ایران صحبت می‌کرد. تفصیلات بیشتر در سامانه ما www.azadi.org گذاشته شده است.